جونی بیک مرادов این نوبت مهمانی آسیا پلاس عزیز ما. السلام علیکم جونی بیک عزیز، از دیدارتون بسیار شاد هستیم. السلام علیکم به همه شنوندگان، به همه بینندگان، به همه کارمندان آسیا پلاس. خیلی شادم از دیدار هر یک شما. خب جونی بیک مرادов میدونیم در عائله صنعتکاری بزرگ استادی والا مقامی ما استاد جورابک مرادов به دنیا آمدند و عیناً در کجا به دنیا آمده هستند؟ در کدام شهر تاجیکستان؟ در شهر دوشنبه. در همین شهر دوشنبه در رودام 3. آها. نامتون رو کی گذاشته هستند؟ باید جونی بیک شود. نامم رو اما کم خدا رحمتی. پدرم رو برادرشون. اما که عبدالله بیک. خود استاد جورابک مرادов عموما در عائلهشون چند برادر و خواهر بودند؟ برادری کلانی خدا رحمتی اما که عبدالله بیک و دادر دارم اما که تورابک. اون که زنده و سلامت هستن. 2 نفر 3 نفر؟ 3 نفر. بله. خواهر ندارن؟ با چند فرزند دیگه پیش از پدرم اگر خطا نکنم تقریبا 5 فرزند یا 7 فرزند، به فکرم 5 فرزند وفات کردگی. تولد شده وفات کردگی، تولد شده وفات کردگی. هم خیلی حاضر استاد هستند و باز کی هستند؟ دادرشان. بله. من به نزدیکی برادر شما رو در استودیو من دیدم. از استاد هم کلانتر شده هستند. سیری جوانی استاد در چی باشد؟ بسیار حال هم جوان با قدرت می نماید. دو به شکر. زنده باشید. خب خود استاد صاحب چند فرزند هستند؟ 4 پسر. 4 پسر. بله، من 3 برادر دارم. کلانی فردوس بیک، بعد خسرو بیک، پرویز بیک، بعد جونی بیک. کنجگی. من کنجگی. بله. عجیب. خودتون صاحب چند فرزند هستید؟ من صاحب 3 فرزند. کلانی نوری‌الله، دوم زلیخا، سوم نوریدین. نوری‌الله به شما بنیاد مانند است. بنیاد بچه با عقل مهنتی عجایب. من دایم رسمایش رو دیده میستم، حواسم میاد، من میگم چه عجایب یک تربیه بسیار مخصوص دارند. من مثل شما در سفرها هستید، در کنسرت ها هستید، کارتون زیاد، صنعتکار، مشقتش زیاد است. چه وقت جدا کرده هستید؟ من آنها رو بیشتر کی تربیه کرده است؟ اکنون البته تربیه همگان رو میگیرد. خیلی گیری از من، از باباش، از اوچش، از مادرش، از تقوهاش، همه طرفه. لیکن باز از همه همین که در اینجا مهم باز ژنتیک، محیط و محیط. برای همین باز خدا انصاف دید، اصلا بهترش همین. برای که در حقیقت ما اینقدر با تربیه کردن با قدر وقت زیاد نیست. لکن البته وقت که یافتیم صحبت میکنیم، گپ میزنیم، اساس همین به مردم ضرر نرساند، قانون رو ویران نکند، اقلا به عائله خوبیش رسد. به ملت که رسیده نتونید اقلا به عائله خوبیش رسد. همین اساس همین میخوایم که به یگان کس بدی و یگان نامی بد رو نبرارد. آرزوی ما همین است. بهترین دعای نیکی پدر. پیش از آمدن با همراه نوری‌الله صحبت کردم. الان یک ماه در تایلند در زبار بود، خیلی که ورزشگر است و حاضر در مالایزیا سفر میکند به تاشکند، بعد میبیاد به دوشنبه است. خیلی به صنعت نیو به ورزش رو آورده است و یک باره یک وقت اومد پیشم گفت که پدر من در مکتب چی چاره‌بینی میشد و مینوسافکی سرودتان تید من خوانم. بعد من گفتم میتونی میست خوانده؟ گفت از اودش میبروی؟ میگم نه میتونم. گفت من مایلی. بعد مینوسافکی دادیم، بعد آمد پگوش با گفتش داده، گفت شرمنده شدم. گفت این خواندن همه خیلی دشوار بود است. من فکر میکردم آسان دیگه. گفت من دویم باره سرود خوانی به نوی برام که این بسیار کاری و عزمین بود است. بعدی همون با ورزش مشغول شد و شکر خدا در مابین 3-4 سال حاضر الکه هم چمپیونی آسیا شد، هم چمپیونی اروپا، هم چمپیونی جهان، هم چمپیونی آسیای میانه. در سن سال خودش الان 17 ساله گندنه. شکر خدا. براو. براو. و ما فخر میکنیم در حقیقت با نوری‌الله عزیز نیست. این کافه برای نوری‌الله. زنده باشید.
همین بچه های اکنون نفرایی که مثال در اویلایی که عموما سیر و پور هستند مشکلی نیست، عموما پول پرابلم نیست که مخصوصا چهل کلام میشوند ممکن نازک فقط به پدر تکیه میکنن، فقط پدرم پولشون هست، بابام پولشون هست، من چی کار کنم و برای چی خونم؟ همین خیلی خاراکتر رو دارن. البته این خیلی خاراکتر رو داره، بسیار جاها هست، لیکن ما حرکت میکنیم که با فرزندو زیاد با پول مس نکنیم. مثلا من حتی میگویم که بچه‌م زنگیرم شدی پیش من اومده نگو که توی کنم، اول پول کار کن، خودت پول کار کنی یاد گیر، اقلا یک قسمی یگان 20% 30% توی اقلا کار کن که به قدر پول کار کنی و به قدر زندگی رسی. من از اون پدرانه که همه چیه تیار کرده آورده با بختی یگان دختر شکسته، مثلا خطاگی تو با من جواب گوشان. برای همین هر یک مرد باید پول کار کنی که یاد گیرد بعد زن گیرد. افسوس که در ما این کارو ما هم خودمون هم خطا کردیم. منم باری اول زن گرفتگیم بعد 20 ساله بودم. 20 ساله حالی کجا کودک چیه میفهمی؟ با من 20 ساله بودم با خودم کار میکردم، خودم کار میکردم، خودم پول کار میکردم. مثلا شما فکر کنید که 20 سالهایی که پول کار نمیکنن اونا چه گم با پدر و مادرشون با یک نفر بود با 2 نفر میشد نانخور، با کی نانخوری زیادی در کار. برای همین جدا شوی بسیار از حساب که پدر و مادر خسته میشد پولی هم فرزندش اتیاد هم با کلی نشه. برای همین باید مرد باید پول کار کنی یاد گیرد بعد زن گیرد. اوور داخل یگان چی منم پدر من خودم کار کردم. حالی 17 ساله حالی من از پول انتظار نیم. من مکتب نو ختم کرد. حالی وای مشق کند پول کار کنی پول کار کردن از همین وقتی که ختم دانشگاه رو کرد بعد علاقه مثلا ما انتظار. کدوم اختصاص رو انتخاب کردنی است؟ الان در حالی فکر کرده ایستاده است. دکتر حقوق شناس ملیسا؟ نه همین ورزش. برای هم میخواد با دیگر دولت سفر کند و در اونجا تمرین کند. افتخار تاجیکستان نوری الله جانبک. دعا میکنیم زنده باشید. آرزو میکنیم. بسیار حواس کننده مهم است. همه بسیار من فکر میکنم از همون بعضی عکس‌هایش ویدیوهایش دیده بودم خیلی انسان صمیمی است، محبت دارن. شکر خدا. خودتون من گفتید که در 20 سالگی هم اویله‌دار شدم، این انتخاب خودتون بود یا شما رو اویله‌دار کردن؟ نه اکو گویی یگان زوراوری مجبوری نبود، انتخاب خودم. بعد میخواستم در ما خیلی همه خیلی محیط همین رقم بود. اون وقت هم من 19 ساله 18 ساله 20 ساله با من دیرتر گرفتگی، دوستای من 18 ساله و 19 ساله گرفتگی مثلا. برای همین خیلی یگانه از چی پشیمون نیستم که فرزندم کلان قدش مثل قد خودم. برای همین یخ جا میشنیم بعد میبیاد میگه دادا میگم بچه‌م دیدی که دخترها بسیار در چهار بینیشتگی من اکوا گفت. بچه گاو نیست شوخی بکنم. بسیار خرسند از اونه که وقتی میبینی که فرزندت کلان قدش مثل قد تو، بسیار برای من خوشبختی است. اساس فرزند نیک شود که سری پدر سری اویله رو خم نکنه. استاد جوربک مرادов اینقدر انسانی والامقام عزتمند برای جامعه ما، نه تنها برای تاجیکستان، برای تمام آسیا مرکزی و بیرون از آن. اکنون برای شما خودشون برای کلینکونی رفتن؟ برای چه خیلی خودشون با خواستگاری رفتن؟ نه که خواستگاری اساسا زنها میرن که مردها نگفتن که اگر پدرشون هم دیرن؟ نه خیلی نشده است. پدر البته دعا میکنن در روزای خورسندی بودن مثلا، لیکن خواستگاری بنه مادرتون رفته گرفتن. بله. خب از اول با همون اویلتون زندگی داره تازه؟ نه من گویم با یکم اویلم تقریبا 2 سال هم خیلی زندگی کردیم. بعدی که فرزنددار شدیم از سالهای 2008 2009 من دیگر زندگی نمیکردم و تا 2019 من دوباره خانه دار شدم.
5 سال می شود. یعنی نوری الله از بله با شما زندگی میکنه؟ نه با مادرش زندگی میکنه، لیکن در کنترلی من. از این اویله تو 2 فرزند. 2 فرزند. بهترین. خب مهم شما خوشبختید حاضر؟ خوشبخت‌ترین انسان. از من با چقدر من کور میشم اگه خوشبخت نباشم. پدر و مادرم زنده سلامت، فرزندام زنده سلامت، برادرام زنده سلامت، زنم، ینگه‌هام، خویشتبار، یار و دوست. از من با خوشبخت‌ترین شخص هستم. سببش همون بر وقت اولیده شدنتون بود که کمتر در هوای و هوسی جوانی بودید؟ سببی چی؟ سببی که از مادری نوری الله نمی‌کجی داشتید؟ نه مثلا یک خیلی شخصیت ها تغری نمیگیرن با یک دیگر. من دیگرگون بودم، مادری نوری الله تماما دیگر. مثلا ما هیچ نمیشد که ما فکرامو یک باشد. مثلا چه میگن ستاره‌ای ما تغری نمیگیرد. من نمیدونم چه خیلی میگویی. برای همین وقتی که زندگی کردن نمیتوانی بهترش زندگی نکنی. او مجبوری من زندگی کردن نمیتونم. یعنی معنی گم شد در زندگی؟ شاید جوانی بود، کودک بودیم، بیعقل بودیم. حالا که خودتون انتخاب کرده گیده؟ بله البته خدا انتخاب. یعنی که هم تو دیدید و نقص دیده گرفتید؟ چه خیلی شد؟ نه خیلی ما اون وقت همین زنگیر بودیم دیگه. تو زندگی نکنی نمیفهمی گرید. تو همه زنگیر بود اون وقت. نوبتی ما که رسید منم دیگه زنگیر. من امروز بسیار خوشحال هستم که مهم اویله او دارید. یا دیگر فهمی من نوری الله جان شما رو دائما در براتون بودن و مهم همین در زندگی. بله خدا بشکر. می وقتی می بیای خانه زلیخا، نوریدین، من حاضر دوستای بهترینم همین فرزندم. پیش بسیار کوچه‌گردی، بسیار دوست بازی. حاضر از همون 100% گویم 10%ش موندگی، 90% در خانه با کودکا، بهترین لحظه ها، استراحت بهترین، خاطر جمع. برای همین از همه قیمت ترین چیز در دنیا این اویله. برای همین ما باید فرزندای خوب تربیت کنیم، خوب نگاه کنیم که در آینده فرزندای نیک شوند. نام زلیخا به خاطر همان سرودی مشهوری استاد؟ بله به خاطر همان سرودی مشهوری استاد و به خاطر من باری اول میگم و کلینم زنم مادرشان تا حاضر زنده تقریبا 94-95 سال شده. بله وقتی که ما دعاگیری بعد از نکاح ما رفتیم و یه گفتن که بعد 1 سال من فرزندتونم در دستم قپم. همین رونه بعد 1 سال ما فرزند آورده در دستشون دادیم. بعد نامی اون که زلیخا، نام خودشون؟ بله. بعد وقتی گفتن نامشون چی میمونی تو؟ من گفتم نامش زلیخا. برای که دعایش ما دادید بگذار مثل شما پیرو به دولت شود. و همچنان همون سرودی پدرم در اینجا در فکر بود که خیلی کلام که شد میگویم همون زلیخا برای تو بابات سرایده بود. عجیب. اینقدر استاد این رو سالهای پیش زمزمه کردند و اولین بار در اویله بعد دخترچه شما گذاشته شد. بعد دویومیم باز رفتیم یک روز دیگه بی کلان خبرگیری، باز دعا دادن که باز بعد 1 سالش باز دویوم فرزند. حاضران میترسم پیش را رفته دعا گرفتم. باید دیگه نه خدا باشد چقدر فرزند زیاد شد هم قدر خوب با میشد انشالله. زنده باشید. استاد زلیخا رو مشهور کردند و من همه خیلی رپرتواری شما رو میبینم. شما زلالا رو مشهور کرده استادید؟ لالا باشد اسمت. زلالا باشد اسمت. بله. این نامی دخترها رو از کجا گرفته استادید؟ یک روز چی نامی هست فانداسی نکن. باز گروه از دخترها فسانی کرده گشتن. نه بعد میدونید بعد بسیار مثلا دوستان برای عاشقاشون یا که یک برادرها میخوان که مثلا به نام نگینه سرود خسرو هم به نام نازنین به نام نوریه مثلا التماس میکنن. التماس بی پول نیم البته. برای همین اینم به نوبت گرفت. بهترین.
مهم درخواست مخلص نزدیکان عزیزانی که چی میگه بلایچ که سخت هستن زندگیتان آباد باشد. خب عموما بعد در شهر خوجند کی رفته چقدر زندگی کردگی هسته؟ ما بعد از جنگ‌های شهروندی سالهای 92 اگر از دوشنبه خیلی گریزه شده آمدیم. بعد در ازبکستان چند وقت زندگی کردیم. بعد پدر بیرون از دولت بودم. ما با مادر و برادرم، دو برادرم در امریکا بود. با برادری کلانیان فردوسبک و مادرم ما در خوجند زندگی میکردیم چند وقت. لیکن هیچ کس نمیدونست که ما فرزندی که فقط میدونستن که از دوشنبه مثلا گریزه شده آمدگی. بعد هم خیلی 15 سال من در خوجند تقریبا زندگی کردم. بعد اساس تینجو امانی شد، پدر آمدن دیگر، همه چی بهترین بود و مرا خوجند تربیه کرد و قدم های اولینم را در جاده صنعت مخصوص از شهر خوجند شروع کردم و من خیلی میندار از این شهر. اگر گویم در زندگی من 4-5 شهری باشد که برای من خیلی عزیز است، اگر گویم 2 تا شهر عزیزترین این دوشنبه و خوجند. 2 شهری که من در دوشنبه تولد شدم، در خوجند تربیه گرفتم، کارم رو شروع کردم و در دوشنبه دوام میدیم. در همونجا اویلا دور شدید شما؟ باری اول در خوجند، بله. بعد از سال 2008 پس برگشتم به دوشنبه، پس کوچیدم و پدر و مادرم رو نیز با همراهی خود آوردم و اکنون در دوشنبه. بعد وقتی ما کار رو با همراهی شبنم شروع کرده بودیم، اون وقتا ما هم چند وقت در گرمانی زندگی میکردیم، در گامبورگ، در شهر گامبورگ. بعد از سالهای 2009-2010 من چندین سال در امریکا، گویم 50%-60% من در امریکا زندگی میکردم. تاجیکستان کم میومدم میرفتم. بعد اوکراین شد و از روزی که کووید شد و تمامی سرحدها محکم شد، من به وطن برگشتم به پیش پدر و مادر. بعد از همین سال 2020 من گویم کلا در دوشنبه و هیچ جای دیگه نمیخوام زندگی کنم به غیر از دوشنبه. میخوام فقط در وطن باشم، با کارهای سفری کاری به تمام جا سفر میکنم، افریقا، انتارکتیدا، کجایی نباشد، لیکن زندگی میخوام در دوشنبه کنم. همون پاسپورت خارجی شما رو ببینم بفکرم جای نمونده. من حاضر در فکرش بودم که باید دو ورق خالی مونده است، 2 ورق خالی مونده است، از باید ویزای نو گیرم. برای همین در فکر بودم که از پاسپورت من نو کنم یا با هم پاسپورت دارم. خدا بشکر در 3 سال 4 سال بله پاسپورت پر میشد. بهترین. از این جهت هم ما حواس میکنیم که یگان جای دنیا نمونده دیده. نه خیلی جاها هست و همه دنیای من نگشتم، لیکن امریکا این دفعه میرم 49 بار. امریکا من خیلی زیاد رفتم، اروپا هم خیلی زیاد رفتم، لیکن امریکا از همه زیاد. در آسیای مرکزی اگر یک پرنده بزرگ مانند یک مرغ هماگ، یک مرغ بسیار عظیم اگر باشد و 2 تا قناتش باشد برای پرواز، این یک قنات استاد جورابک مرادوف بودند و یک قنات دیگر استاد شیرعلی جورایف بودند. هنرمند خلقی تاجیکستانی هستند، اون کس هنرمند جمهوری ازبکستانی است. بعد گذشتی استاد شیرعلی جورایف، البته این یک خیلی جراحت سخت برای اهل صنعت و خاصتا ممکن برای استاد نیز بود که دوستی از همه نزدیکشان، دوستی قرینشان، شاه ستونی صنعت این دنیا رو ترک گفته. بعد گذشتن استاد بسیار ماجراهای سخت بین فرزندانشان به وجود آمد، از جمله برای نخواندن سرود و پسر یکمی استاد. خب شما هم در اویله استاد جورابک مرادوف یگانه نفری که راه صنعت را انتخاب کرده هستید. نسبتی مسئله که استاد رو سرودهای شما رو میخوانند و پاسبانی سرودهای استاد کیست، باید این سرودها چخیل نگاهداری کرده شود و به خلق چخیل پیشنهاد شود، شما چی نظر دارید؟ آیا شما من میکنید برای دیگران این سرودهای استاد رو خواندنش؟ نه البته من هیچ وقت من نمیکنم و پدرم نیست هیچ وقت من نکردن و من نمیکنم. ما هم وقت اجازت میدیم، حتی من مینوسافکوی خود رو به تمام هنرمندایی که
میخوان در توی مراسم و رستوران ها خوانند از ما التماس میکنن، ما با کلش با تمام شخصایی که التماس کردن ما با اونها میتیم مینوسوف کنم رو. هر یک هنرمند نمیتونه مینوسوف کنه یا که میفروشد یا که پول طلب میکند، لیکن ما هیچ وقت این کارو نکردیم، برای که همین سرود خانی سرود زنده میموند. سرود که نخوانی و سرودم از یاد و از فکر مردم میرد. برای همین ما همه وقت طرفداری کدام شخصی کدام هنرمندی که سرودهای ما رو میخواهد خواند آزاد میتواند خواند. ما اجازت دادگی هستیم و اجازت میدیم. نسبت دوستتون که همین کارو کنن، فکرم دوست هم هستید با زایر شاه و شاه جهان؟ دوست نه، البته شیناس. سلام علیکم. یارو اكو زیاد رفت و آمد کردیم، مثلا نون نمک خوردیم. پدرام ما دوست بودن در حقیقت، لیکن ما دوست نیستیم. ما هم از بس که پدرام ما دوست بودن، ما هم خیلی شیناس و یار خیلی. شما وقتی که همین پرابلم رو خودتون شنیدید خیلی فکر در سرتون اومد؟ من بسیار ذکر شدم، بسیار، نه تنها من، پدرم ذکر شدن، تمامی عائله ما ذکر شدیم. باید این کارها نمیشد، این بسیار کاری عیب. بعد از رفتنی استاد این سود بازی و یک مسخره بازی و از یک جهت خیریت که استاد این چیزها رو نمیبینم و ندیدم. بعد از مردن چی سود؟ درست. این سودا چی به فایدهش است مثلا؟ برای این کاری شخصی خودشون، این کاری عائلوی آنها. برای من عموما حق ندارم در این جهت یکون گپ زنم یا کی حق کی ناحق بودنش رو. فقط که فکری من هر دو طرف یک کاری خوب نکردم، برای که من هر دو طرف هم میشناسم، هم با شاه جهان زایر شاه، هم با تیر یا سلام علیک، عزت و احتراممون است. بسیار نانمک خوردیم. برای همین کاری خودشون، من کاردار نیده این کارو. لیکن برای من اگر فکری من نپرسی این کاری نادرست. استاد هم بعضا شما رو در نزدشون گرفته یکون نصیحت میکنن، یکون نصیحت های رستی خوششون هست؟ البته چی ها میگن؟ همون نصیحت های استاد ما یکمش خدا به این روزا رسیدیم و این نصیحت ها نباشد من چندین بار رهگم میزدم در این حیات. مثال ها بسیار. یک درش رو گوید که نه؟ به حد سخت به شما تاثیر کرده گیش؟ به حد سخت یا جنگ کردن یا هم تو گفتن؟ یکون وقت در حیات پدر جنگ نکردن، نزدن. یک نزدن نه، به معنی که مثلا یک سخت‌تر گفتن. البته سخت‌تر خودش هم یک قاشقواقی پدر برای ما از زدن بدتر مثلا. برای که پدر ما بسیار انسانی مهربان، بسیار انسانی نیک، با همراه ما همچون دوست با همراه فرزندانش. من یکان سیکرت ندارم با پدرم، از همون خوردیم. برای همین پدر، استاد، دوستی بهترین، همچون برادر، میگویم که شخصیتی بزرگ و من شخصی بسیار خوشبخت که به من خداوند خیلی پدر و مادر رو نصیب کردن و همه هر روز شکر میکنم. برای شما شخصا فرزند استاد جوربک مرادوف بودن برای شهرت یافتنتون آسان‌تر شد؟ فکر میکنم یاردمی بسیار کرد. نامی پدر البته بسیار یاردم کرد. لیکن شما خودتون در دیگر ژانر؟ البته من ژانر من تماما دیگر. من کلاسیک نیم، من استرادا. من مخصوص استرادا رو انتخاب کردم که گویم در سایگی پدر نباشم، یک رویه خودم باشد که نام خودم رو، ژانر خودم رو من یابم در زندگی. فعالیت شما اول همچون گروه آغاز شده هستن؟ برای گروهی بالا، بعد گروهی وزیر، بعد تقریبا 1 سال 2 سال سرود نخواندم و 1 سال و از سال 2007 کاریره سالنی رو شروع کردم با نام خودم جانبک مرادوف. وقتی که با شبنم ثریا دوئت خواندگی هستید خوش پذیرفته شد و از جالبترین و جذابترین سرودها بود. این پیشنهاد خود شما بود که با شبنم یک جای سرایت؟ راستی گپ پیشنهاد
از دو طرف هم بود. گوییم ما وقتی شیناس بودیم البته. بعد شبنم وقتی که خوجند می اومد می رفت، همون وقت راستی گپ این پیشنهاد رو یکم شبنم گفت که نمیشد یک جای همکاری رو شروع کنیم و یک جای همکاری کنیم. بعد من قبول کردم و ما گوییم اولین حافظا در ژانر استرادا در تاریخ تاجیکستان که تورنه جهانی کردیم، کامرسکی تورنه، بلیط‌های بیپول نه، بلیط‌های پولکی در تمام دنیا. و این حتی یک انقلابی فرهنگی بود. حتی مردم افغانستان و شوبیزنس ایران هم گرم شدن که این تاجیک‌ها از کجا پیدا شدن. درخشیده در 3 سال ما تقریبا مثلا گوییم 10 تا کنسرت در اروپا، حتی 10 تا زیاد، فقط در آلمان 7-8 کنسرت میدادیم در 7-8 شهرها. 3 سال هم در شروع شوی امریکا، بعد کانادا، خیلی 2016 بود به روسیه، دبی، بسیار زیاد. یک باره گوییم با تمام در یک باره با دیگر سطح برآمدیم. مثلا من 21 ساله جوان، شبنم خیلی اون وقت 25-26 بود. دو جوان از تاجیکستان دیگر میبینید در گرمانیا، در لندن، در هلندیا، در نروژ، در دانیا، در سوئیسرا، در استرالیا، در امریکا. اون وقت توی میرفتید؟ البته ما هم کنسرت درآمدتون از چی بود؟ هم توی میرفتیم. ما در همین 3 سال فکر میکنم یگان روز خالیگی ما نبود. هم توی بود هم کنسرت. بله. درآمدی اساسی شما؟ درآمدی اساسی توی کنسرت تمام دیگر. خب اینجا شما الکی در استرادای تاجیک مقامی بلند را صاحب شده توانستید، چون که زیاد نفران در همین مکتب شما هم الکی پیروی کرده ایستادن، در همین جاده راهروان گردیده سرود ایجاد کرده ایستادن. لیکن یک نوار شما در تمام سایت های اجتماعی پخش شد که شما یا با شوخی گفتید یا جدی گفتید که من اکنون سر میکنم درباره خر، گاو، سگ سرود خواندن را گفتید. این برای چی بود؟ این البته شوخی بود که وقتی که همون جوانا خیلی هم شاگردکا حاضر دادرکا اون وقت نمیشناختم. بعد خیلی همون شما ندیده بودید درباره خر سرود سرایده بودن؟ من شما اونجا ندیدید؟ نواری پخش شده را دیدم. من سرود درباره یک خر دارم که کلیپ کردن. شد اکنون بیادم همون گفتم که نکنیتون نخونیتون خیلی سرودوی با زبانی تاجیکی. با من اول فکر کردم اونو از تاجیکستان میخواستم پیدا کنم به یگان ویدیو، لیکن نتونستم. فهمیدم که از سمرقند برایم ویدیو کردم که داده رو نخونیتون خیلی سرودو نامی زبانی تاجیکیه پس نزنیتون. برای همین اونا زود برآمدن، بخشش پرسیدن و حاضرها پیش از شعرهاشون تاجیکی خواندن. اول اکجان اول بینید که اگه خطاگیش نیست روی میکنن. خیلی هر کس خطا میکنن. ما هم در زندگی هم خطا کردیم که هر یک خطاگی ها درس اساس در وقتش فهمیدن در کار خطاگی همون قبول کردن در کار. حاضر استراده تاجیک به قول به فکر خود شما جان دارد یا مرده ایستاده است؟ چجوری ایستاده است؟ برادری عزیز، من وقتی که ما صنعت رو نو شروع کرده بودیم، تمام جمهوری یک منطقه سرودای ایرانی گوش میکردن، یک منطقه سرودای ازبکی، سرودای تاجیکی تقریبا نبود. یگان کس گوش نمیکرد سرودای تاجیکی. امروز تمام جا سرودای تاجیکی. البته این پیشروی نسبت دیگر حقیقت آخه سرودی تاجیکی پیش در 20 سال پیش کم گوش میکردید. لیکن حاضر مثال همون مراسم های سرودی سالی که قبلا بود و صنعتکارانی ما ایجاد میکردن، اون وقت زور بود که ایستادن، سرود ها زورتر بود، پرمعناتر بود، عجایب بود، بسیار مردم به شوق قبول میکردن. آهنگا شیرین‌تر بود. ولی حاضرها آهنگساز کم، آهنگای خوب در حقیقت کم. حاضر همین پرابلم برای صنعتکارا این آهنگ خوب. یک تا آهنگ رو در چقدر مبلغ تیار میکنید؟
дар тоҷикистон оҳанги хуб асама оҳанги хуб ин $1,500 танҳо оҳанг. аз ӯзбекистон чанд пули мехаранд? аз ӯзбекистон ҳам ҳамин рақам, лекин дар Украинаву берун аз давлат, аз ватан дар тарафҳои ғарб масалан онҷа қиматтар. бо ҳамон аранжировкаш умумӣ чанд пул мешавад барои як суруди mp3 ҳоло клип накардан? Дига ман ҳама секретҳои шуморо гап занам. гап занеду хир. шумо аллакай афтида хеста тақрибан як суруди ки ақаллан гӯем ба замин дар Осиёи Миёна дар стандарти хуб ҷавобгӯ бошад, тақрибан $3,000 як суруд. mp3 танҳо барои mp3 матнашо ва матну оҳангу аранжировкаю навозандаҳоу свиденияу мастеринг тамоми чиз то $4,000. агар бо клип шавад, агар ба фикрам клип кам дар кам ҳозир клипи хуб агар дар Ӯзбекистон сабт мекунам гӯӣ $8,000. ҳамон суруди дӯстоне ки бо Сардор Раҳимхон кардед дар чанд пул шудаги аст ва шумо чанд пул додаги ҳастед? Он вақт фикр мекунам тақрибан $15,000 мо сарф кардем ба вай клип. аз он тараф ҳам 2018 аз ду тараф ману Сардор, лекин зиёдтараша Сардор гӯем, чунки дар он ҷо сабт шудааст барои ҳамина актёрҳо боз ҳам наздик буданд. барои ки ҳар як он актёрҳо пул мегиранд, ҳар як ҳамон актёрҳои машҳур $500 камаш пул мегиранд. бо онҷа ҷо хай масраф дорад. ана ман аввал сабабашро пурсида, акнун як саволи аҷоиб омодаги аст, акнун инро тақдим мекунам. мегӯянд ки ассалому алайкум, ба Ҷонибек Муродов саволамон ҳамин гуна аст. Ҷонибек вақте ки ба тӯй меоянд ҳамагӣ 4-5 суруд мехонанд, лекин бениҳоят нархашон қимат аст. намешавад ки арзонтар бошанд ва ҳама дастрасӣ пайдо кунад? бисёриҳо Ҷонибекро орзу мекунанд, лекин даъват карда наметавонанд. чаро қимат? хайр дӯсти азиз, яку дигар гӯем, ин ягона даромаде ки дар зиндагӣ мо дорем. мо дар вақташ тӯйҳоро 7 соат 8 соат мегузарондем. ман ин қадар монда мешудам аз ин тӯйҳо масалан. барои ҳамин ҳама вақт мегуфтам ки оли як рӯз иншоалло машҳур шавам, ҳамин хонданамро аз 30 дақиқа зиёд намехонам. барое ки чӣ қадар кам боши ҳама қадар ширин меши. ҳозир 3 соата намераведан? Не, ман хеле ягон 15 сол зиёд намеравам ман 3 соата. албатта ягон мухлиси ашаддӣ, ягон ёру дӯсти наздик бошад, сахт нияту орзу кардагӣ илтимос мекунад, мегузаронам, лекин хеле кам. асос 30 дақиқа. чи дар Ӯзбекистон, чи дар Америка, дар кадом тӯи маросимонам шуд 30 дақиқа мехонам, мебурам мерам. чаро шумо аз ҳама санъаткори қимат дар Тоҷикистон ҳастед? барои чӣ бояд қимат бошад нархи Ҷонибек Муродов? хай мебахшед охи барое ки масраф зиёд. мисол суруд, клип, либос, тамоми навозандаҳо, тамоми кормандо, ин ҳама ин чиз пул. бо навозандаҳо меравед? мо командамо 12 нафар. 6 навозанда, звукорежиссёр, администратор, ман, ёрдамчии ман, шофёр, боз як администратори дига ки бад стилист. мо команда калон. барои ҳамин бисёриҳо фикр мекунанд ки мо ҳама пула кор карда, пуламо хеле бисёр, мо масрафамо аз даромада масраф зиёд. боваритон аст? аз даромада масраф зиёд. ман ҳатто мана гӯем хонама як хона ҳамон сарпарасте ки бародарам ҳаст мана дастгирӣ мекунад, ӯ тӯҳфа кардагӣ, мошинам ҳам тӯҳфа кардагӣ, мухлисо сарпарастое ки масалан моро санъата моро ҳурмат мекунанд, онҳо моро зиёдтар дастгирӣ мекунанд ва бисёриҳо фикр мекунанд ино пулошон хеле бисёр. дар ҳақиқат хеле не. агар рози дар ҳамин аз хаймали Туркманистон ҳисоб намекунем, шояд дар Осиёи Миёна аз ҳама пула камтар кор кунем. агар ин ҳамин мо ҳунармандои Тоҷикистон, Ӯзбекистон ҳама ҳунармандошон миллионер, Қазоқистон ҳамчунин, ҳатто Қирғизистон имрӯз дар Русияи қадар зиёд баромад мекунанд, масалан санъаткорои хеле пулдорашон бисёр, даромадошон нағз.
برای همین در نظر مردم گویای بسیار، لیکن نه خراجات بسیار. ما یک کاستوم 2 بار پوشیم الکی عیب میکنم. هر 2-3 توی باید یک کاستومی نو خری، یک کاستوم بریکی نو خری، یک لباسی نو خری و همه این چیز. یک کاستوم جونبک مرادوف چند پول میستد؟ نه اکو چیزاشو بیده نمیسو اکو از برند وابسته کدام. من استاد جوربک مرادوف آثارخانه خودشون رو دارم. بسیار آثارخانه عجیب است، تماشا کنید لذت میبرید. همین خیلی آثارخانه در شما هم شدنش ممکن؟ جایزه ها و در همون آثارخانه پدر یک گویم اما قدر جاش تمام اما و جایزه های من البته در آینده، لیکن حاضر من در فکری چیزا نیستم. حاضر من که فکر کرده ایستادم که از آخران سرطا آیسته به سمت ملی رفته ایستاده اید، به فکرم 6 مقام هم نزدیکی میخونید. نصیب خیلی خون میکشد. درست. ما باید حتما خواندنهای ملی خود رو معرفی کرده تونیم، خوانده تونیم، برای که دخونیم. ما این من تمامی ژانر رو میخونم، ولی در آینده باز زیادتر میخونم کلاسیک رو. سلامت باشید. یک اسمس ها رو قرائت می‌سازم برای شما. دیگر شما از مهربانمان شاه نظر نوشتن: السلام علیکم، از فدراسیای روسیه گوش کرده ایستادیم، جانبی که عزیز رو بسیار احترام میکنیم. سلامی مخصوصی برادران، ما اینجا 5 نفر هستیم برای شما جانبی که عزیز. برای اون که جانبی رو به یگان محفل دعوت کنیم یا به یگان کنسرت یا به تویمان چخیل باید مراجعت کرد گفتند. خب شما به فکرم دسترسترین نفر از یک جهت در ما در امریکا ادمنستراتورم فیروز جان 92 774 08 88. نه نمیروش چی مثلا صحبتی میخواهند کنم مسئله توی مراسم با اون کس حرف میزنم. رحمت برای سخنهای نیکشان و من میnnتداری بیان میکنم به تمامی مهاجرا، به تمامی شخصایی که دور از وطن هستن. اونا هر یک تاشون یک فرزندای نیکی ملت رفته در غریبی کار کرده، پول کار کرده، با اویله نگاه کرده. این یک بناموسی دوستی عزیز. برای همین هر یک شخصیتی که امروز بیرون از وطن، من با از تحت دل هر یکشون رو دوست می‌دارم و میnnتدار از اونا. همیشه باید کار کنیم، زحمت کشیم، عذاب کشیم. آخری عذاب این راحت. درست. تو عذاب نکشی راحت نمیبینی. یک بار راحت میبینم به عذاب، بعد در آینده عذاب میکشم. زود رو همون راحت رو از دست میدیم. در شما حقیقت شدگی است؟ نه ما شکر من استاد جالبک مرادوف بین عذاب کشیدگی هستم. لیکن شما چی خودتون؟ به نهایت هم گویه نه اون وقت دوره سویتی با نکنم برای اون که مثال یک هنرمندش اتحاد شوروی شوی چقدر زحمت کشیدگی هم زحمت سختی بود. لیکن اون وقت بسیار قدری فرهنگ بالا بود، بسیار بالا بود. ما بعد از جنگو ما هم خیلی عذاب کشیدیم. عذاب روحی زیادتر. عذاب روحی. بعد اون وقت پول نبود تماما. یک سرود ثبت کنی، یک کلیپ کنی، قرض کرده و التماس کرده و شب و روز خواب نرفته در استودیو که ثبت کنم مثلا. این عذاباش زیاد. این خیلی حالات هم داشت ما بود. ما از همین شکر خدا از اولین از قدم های پسترین ما شروع کردیم این صنعت رو. ما وقتی با گروه بالا، اون وقت گروه ادیب بسیار مشهور بود، ما هم شاگردا بودیم. ما با گروه ادیب اپارات میموندیم تویا. ما گویم اپاراتچی بودیم. می برداشتیم، از با ماشین بار میکردیم، از ماشین به توی خانه. اون وقت زیاد در خانه ها توی میشد، در حولیا اپاراتوی جابجا میکردیم. با بعد از توی هم میگرفتیم، تازه میکردیم، میآوردیم و با همون حولی جا میکردیم. هر روز کارم ما همین بود. برای همین من یگان گویم از یگان کاری که در با همین شو بیزنس وابسته است من نمیترسم. من در همه راهاش بودم و از عذاب و از این چیزا ما خدا به شکر ترسم. جانبک مرادوف آسان آمده است دوستان. یگان کار آسان نمیشود. فقط مردم فکر میکنند که مردم آسان. همه خیلی فکر میکنند. در آیله سیر پور اومد
یا استاد صنعت، پدرشون یک شخصی نمایان، این کس هم خیلی روی کاف این دیگر اکو گویم من حاضر فهمیدم. زنده باشید سخنتون اصل. اینجا دیگر شما از مهربانمون مسترابانو گفتن السلام علیکم. یک وقت شما در شهر دوشنبه تحصیل کرده هستید؟ در دانشگاه؟ در دانشگاه نه، در مکتب 21 وقت میخوندم چند ماه، لکن اساسا در خوجند تحصیل کردم. در کدام اختصاص؟ در دانشگاه دانشگاه ساوریمن گومانیتارنه اکادمیا کو با تاجیکش نمیدونم چی میشه. این دانشگاه روسی بود. در کجا؟ در خوجند. در شهر خوجند. کدام اختصاص؟ زبان شناس. ها. ولی باید کدام زبان؟ عربی و انگلیسی. میدونید؟ نه انگلیسی میدونم لکن عربی نه. یا چند کلمه شما؟ عربی. نحن بخیر. انا دوستان عزیز باز یک سیره من آشکار کردم. زنده باشید. زبان شناس، زبان عربی انگلیسی. بهتر این جانی بیگ زنده باشد. خب اینجا گفتند که مخصوصا جانی بیگ رو در زمان دانشجوییش اعتباری سخت میدادم. از همان در بینوی بلندشونه بودی تو؟ یک 3-4 آشیانه. از بینو برآمده میرفت، چنان به خودش اعتباری سخت میداد، چنان بچه تازه بود، همین پای افضل‌هایش رو چنگش رو تازه کرده، عجایب پریچاسکاش رو خوش رو اعتبار داده، چنان تازه میگشت که من بچه‌هایم رو میزدم که بین جانی بیگ رو چه خیلی تازه میگردد. حالا هم همه خیلی است، دوستش میدارم، صمیمانه سلام ما رو رسانید گفتن. همه خیلی برای سخنرانی دیدی چه خیلی اعتبار داده گشتن. دخترای خوشرو بسیار بود برای همه دیگه. جانی بیگ اسپای خودمو بودیم. جانی گفتن سلام جانی، همه جانی میگفت از همون وقت دوره مکتبی. اینطوری از جانیک نه کی پیدا شده خودتون رو جوان نیست میکنید نه خدا باشه. جوان آدم بود 30 فقط برای پاسپورت، دیل پیر نمیشد. دیل جوان همین ده همیشه ما جوان. نوری الله بگذید که اکاگه ایلتیموز زمان باشد. خب اینجا شمانده دیگرمان شهباز نوشتن السلام علیکم مهربانی عزیز با جانبه که گرامی قدر سلامی مرا رسانید، زنده باشن سلامت باشن. لیکن بعضا من بسیار از این نفر خفه شدم با اون خاطر که ما بسیار آرزو کرده بودیم، نیت کرده بودیم یک سنه دقیق و انیق رو معین کردیم برای گذراندن تویمون، لیکن افسوس اومده اشتراک کردن نتوانستن. التماس گوید دائما در تاجیکستان زندگی کنن، سفرهایشان زیاد به فکرم به این خاطر شما اومده نتونستید. اگر ما مثلا وقتی که پیش از پیش صحبت میکنن و با ادمنستراتور مثلا ما هیچ وقت یگان توی با وعده داده ناآمدگی خیلی روز نیست، لیکن وعده دادگی نباشیم و در سفر باشیم و در مثلا با دیگر کارها بند باشیم البته آمده نمیتونم. پیش از پیش شده است که از امریکا آمده تو گذراندید برفتید؟ بسیار شده. زنده باشید. در 7 روز حتی 7 شهر رو ما ایواز کرده هستیم. 7 سفر، 7 بار سمالوت بشته میپری از این شهر به این شهر، از این شهر به این شهر. با میون یگان چی نشده است تا حالا میون علاقه دوتا گریجه. انا حیاتی صنعتکار دوستان عزیز، نانی صنعت خوردن بعد دندانای من سنگ آهنین در کار. جانی بیگ ما صنعت نه یگان کار آسانه، یگان شخصیت موفق چی در صنعت، چی در بیزنس، چی در پلیتیکا، چی در سیاست، همه از آب کشیده. اکنون صنعتکار هم خیلی فکر میکنم که میگه که هم خیلی میبرد میکروفون میگیرد فاصله چشم میبرد. البته بعد برای همین بسیار روزی نفرها صنعتکار شده است کو. بعد وقتی صنعتکار میشود، وقتی مصرف میکند، وقتی عذاب میکشد، بعد دوباره میپرتاد، بعد میگوید که آسان نبوده است. بعد میفهمد. میون گریجه دیست کرد بعد میفهمد. دیدن دیگر رو کار کردن و ایجاد کردن تماما دیگر درست. فقط در یوتیوب میبینیم، در اینستاگرام میبینیم که در سیاحت هسته، در کم جاهای عالم حواس کرده مخصوصا ای جانی بیگ گشت. خیلی ما هم حواس میکردیم اکو. شما هم امروز ما حواس میکنید پگه میبینید که شما گشتید، ما حواس میکنیم. برای همین
همین کار و مهنت کنی، آرزو کنی، همش میشه. انشالله. دل و نیت پاک باشد. و شما نیز تمام خوشی زندگی رو آرزو میکنم. بگذار که میلیونر میلیاردر شوید و من وقتی میلیاردر شدید خیلی من بگم سمالات میبرید تلات بیام چه خرید پیدا. شما همین توی ماما بیایید شد برای توی ببین کردیت بمیجاد کارتی سلام کتی. خدا خواهد یک کلی نقض انتخاب کنید حتما آمده تبریک میکنیم. بس استاد از منطقه عینی هستن نه؟ بله از منطقه عینی از قشلاق کرود. شد شما باید من یاز نگوید. من از عینی زن میگیرم. خوب مایل. باید لیکن من اکو من شخصیتی جدا میکردی نده برای من همه تاجیکستان یک. من خیلی محلی نه. من شخصیتی جمهوریوی. جهانی. بله. سلامت باشید. تشکر زیاد. عرض سپاس میکنم برای تهنیت ها، برای مهربانی، برای خاکساری، صمیمیت. و اینجا SMS ها و من گناهکار میشم باور کنید حاضر اینجا SMS ها زیاد رسیده است. خب دیگر شنونده از مهربانمان سرویناز نوشتن السلام علیکم اکای جانبک رو دوست می‌دارم. بسیار می‌خواستم که بگن ترانه نازنین رو با کی بخشیده اند. گفتن خوب کتا درباره ترانه ها. نازنین یک دوستم دخترچه است. همه دوستاتون دخترچه تقریبا باور کنید نه همش نه. مثلا نوریه هم دخترچه دوستم، امینه هم دخترچه دوستم، لیلا زولی جان دخترچه خودم. نه لیلا یک دوست می داشتگی یک دوست خودم پیش دارم. اما سیرو اسرار رو فاش میکنید. یک دوست داشتی پیش داری؟ نه انم خیلی اساسا همین. خب منم مثلا شما دوست داشته خودتون رو گرفتید لیکن نفری که شما رو دوست می داشته شما باید نگرفته همه شدگی است. البته خیلی در همه حالات خیلی میشه. خیلی دیلشو پارا کرده گیده. خیلی جانی بگه ایتا باشد گید. خیلی منم قصدن این کارو نمیکنم. دل یک کس دوست می‌دارد. دلی من مخصوص یک کس یک دلو هست البته 3-4 کس یک بار دوست داشته میتونه. سختگی هم هستید؟ از عشق تا نسوزی به قدر عشق نمیرسه. هر دو یک جویم. خب دیگر شنونده از مهربانمان اینجا نوشتند شاهناز بانو السلام علیکم اکای جانی بیگ بسیار دوست می‌داریم از فدراسیون روسیه مخصوصا شما رو هم تماشا کرده ایستادیم هم گوش کرده ایستادیم. گفتن عجیب. خب بهترین طریقی برای آنلاین سرتاسر جهان ما رو میشنوند. عرض سپاس میکنیم. بسیار میخواهم که مخصوصا درباره گلدسته نیز سرود خوانید. گفتن نام خوش رو گلدسته است ممکن پیشنهادهای عجیب با این نوبت میگیریم. بهترین. شنونده دیگر منزول خمار السلام علیکم مهربانی عزیز من امروز بسیار خرسندم فرزندی فرزانه ملت تاجیک استاد جوربک مرادوف را یگانه نفری که با روح استاد رفته ایستاده است جانبک عزیز و گرامی قدر شما دعوت کرده اید. ما اهل بخارا هم استاد را عائله‌شان را جانبک را و دیگر برادرانشان را خیلی احترام میکنیم عزیز میشماریم. دائما سرودهای استاد در خاندان ما صدا میدهد. سرودهای جانبک جان همیشه ملهم درد هاست. صدایش فورم به دل ما تسکین میبخشد. من بسیار مینتدار هستم از آنه که تاجیکستان همین صنعتکاران را دارد و برای ما خلق عزیز برای یک خلق تاجیک نه برای جمله خلق عالم خدمت میکنم. من از کودکی استاد جوربک مرادوف را گوش میکردم. درست گفتن وقتی که جانی بیگ برآمده بود من اول فکر نکرده بودم که فرزند استاد است چون که رویه دیگر بود. من بسیار خرسند هستم که امروز جانی بیگ جان نیز موقع خود را در جاده صنعت یافته است محبوبیت دارد و ما اهل بخارا خیلی سخت دوستش می‌داریم. در هر یک طرابخانه هایی که میروید در بخارا البته صدای جانی بیگ سرودهای صدا می‌دهد. این برای ما الهام بخش است. من فخر میکنم گرچه ما دور باشیم هم دور از چشم باشیم هم به دل نزدیک هستیم. حتما شما سروغه ما رو میدونید. مهربانی عزیز جانی بیگ به دهت بیاین نوری دیده تاج بر سر با نانهای و شکر و اصلی بخارای شریف استقبال میگیریم. گفتن حسن رحمت
قدر سخنهای نیک من سری تعظیم میبیارم پیش مخلصا سری تعظیم میبیارم. در حقیقت سمرقند و بخارا باور کنید اصیلای تاجیکای اصیل خیلی زیادن در اونجا، از من اصیل تر. همین قدر همین من هم بسیار دوست میدارم و ما در سمرقند بخارا خیلی کنسرت ها موندیم، زیاد سفر کردیم. بخارا البته کمتر، سمرقند زیاد سفر میکنم از بس که بخارا دور است، کمتر دشوار، لیکن مردمش رو بسیار دوست می‌دارم. برای همین به فکرم خیلی تشنه هستم اونها. بسیار مردم به فرهنگ تاریخی بویترین رو دارد سمرقند و بخارا. مثل وطن خودم ده، مثل وطن خودم. میری تمام جا تاجیکی گپ میزند، همه میشناسد. من یگان وقت خودم در همون طرفو بیگانه حساب نمیکنم، نمیدونم برای چی. برای همین رحمت برای سخنهای نیکتان اپا جان. زنده باشید. تشکر زیاد. برای شما نیز عرض سپاس که وقتی قیمتی خود را دریغ نداشته در برنامه ما آمدید، اشتراک کردید و همه زندگی شما رو ورق گردان کردیم. اگر که یگان سوالی ناجا داده باشم حضور میخوام از شما. رحمت به شما. و مهمتر از همه میدونید یک روز در یک محفل نشسته بودیم و گفتن همین جانی بیگ هست. گفتن جانی بیگ سوپر. چرا گفتم؟ سلام علیکش کندنه، انسانیتش بالا، محفل در اومده میبیاد و از کودک خردسالی که همونجا دویده میبراید تا نفر عادی نوار بردار هر یک نفر که سلام علیک میکند. چقدر نفری هست که مثال من صنعتکاری مشهور، پدری من انا این خیل مقام دارد، یگان ذره این خیل چیز در وجودش نیست. من برای همین هم در استراد تاجیک جانی بیگ رو پیش از همه برای انسانی سمی بودنش حرمت میکنم. این رو یک شخصیت خیلی والا گفتن و یک فرهنگ شناس گفتن. برای همین من فکر میکنم که دید و نظر اینها نسبت شما که والا است و خلق پیش از همه که شما رو دوست می‌دارد و شما هم خلق رو دوست می‌دارید، پس نظر خدا به چنین انسان هاست. ما دیویزی پدر، دیویزی من همچنان با خلق، با خدا، با خلق، با خود. بله. ما تمامی شعار، بله، تمامی کتگی و تمامی زندگی بهترین ما این از روی مخلصان است، از روی خلق است، از دعای نیکی خلق، از احترامی خلق. و من چخیل حرمت نکنم، من چخیل سلام علیک نکنم، من چخیل دوست ندارم این خلق رو، خلقی که مرا جانی بیگ مرادف کرد. برای همین من چخیلی که شاید در جوانی ها خطاگی ها بود مثلا، لیکن من امروز از تحت دل تمامی ملتم رو، تمامی خلق دنیا رو من دوست می‌دارم. برای که خلق رو دوست داری، عموما انسانیت رو دوست داری، تو رو نیز دوست می‌دارم. من روز به روز حرکت میکنم که بدی و فکرای بد دیدن رو از وجودم گرفته پرتم. میخوام در وجودی من فقط دوست داشتن باشد، فقط دوستی باشد، بخشیدن باشد و نیکی باشد. و از همون سرودها و کلیپ ها و از با هم اومدن هایی که با هم دویت میخونید و اینقدر مهربانی میکنید و وقتی هم دوچند و سچند شما دوست میدارد، معلوم است که بسیار دوستی رو واقعا میخواهید. زنده باشید. خداوند همین زنده سلامت باشیم، حالی کارها تپش اساس باشیم. زنده باشید. وطن ما تنجی باشد، ملت ما، خلق ما بوی شود و پرچم تاجیکستان در تمام دنیا مشهورترین پرچم شود و زیاد شویم و کم نشویم. رحمت برای تکلیفت. آمین. ولی جالبه که بسیار خاکسار، بسیار صمیمی هستن. اینقدر همین خیلی گپ گفتم میمونند، لیکن دوستان عزیز دل دیده ما از نفر این دعاها رو شنیده ایستادیم که واقعا تینتی پاک دارد و پیش از همه انسانی خوب و مهربان و خیلی که خودشان گفتن پیش از همه خلق رو دوست می‌دارند و مهمتر از همه خدا رو میشناسند. زندگیتون آباد باشد برادر عزیزم، خوش آمدید. بار دیگر قدم‌هایتان نوری دیده تاج بر سر. خاطر میکنیم که دوستان عزیز شو برنامه پرواز همینجا انجام می‌یابد. با شما بودم من مهربان زاکری و امروز مهمانی ما بودن ستاره استراده تاجیک، آنه که همیشه از دل دیده ها و محبوب دل هاست، جانی بیگ مرادف. بار دیگر خوش آمدید میگیم دوستان. تا برنامه‌های دیگر شاد و پیروز بمانید.